أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 78 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 79 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع والسبعون، درس 79. الدرس التاسع والسبعون یعنی درس 79. درس 79 به مثل درس های گذشته همچنین کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید مضى على یعنی گذشت. این علا به خاطر آن آمدگی است که بعد از مضا علا بیاید معناش به معنای گذشت، زمان یا وقت به این معنا می آید. مضى على یعنی گذشت زمان. میتونیم همین طور ترجمه کنیم، علا را هم ترجمه کنیم مضى على گذشت زمان. فعل مضارعش می شود یمضی. مضى یمضی. یمضی یعنی می گذرد. مصدرش می شود مضی یعنی گذشتن. مضی یعنی گذشتن. پس مضى یمضی از 22 باب صرفی از باب دویم هست، از باب ضرب یضربو هست، زیرا اینکه مضى به مثل ضرب، یمضی به مثل یضربو. اما این ناقصی یایی است، به مثل رمى یرمی ناقص می باشد. بعد از این میگوید مضى على ما مات. مضى على ما مات یعنی گذشت زمان وفاتش. ما مات را وفاتش ترجمه میکنیم. علا یعنی زمانی. مضى على ما مات یعنی گذشت زمانی وفاتش. بعد از این میگوید ما یزید على ما مئة. ما یزید على مئة یعنی زیاده از 100. ما یزیدو ترجمهش زیاده. درس گذشته هم گرفته دیم اکثر. اکثر ما یزیدو هر دوش به معنای زیادتر یا زیاد بر 100. ما یزید علی مئة یعنی زیاده از 100. این علا را به معنای مین ترجمه میکنیم، یا میشود بگیم زیادتر بر بالای 100. اما بهتر خوبتر مین ترجمهش کنیم، به تاجیکی خوبتر است. علا ما یزید علی مئة یعنی زیاده از 100. و یک چیزی دیگر ناگفته نماند که این مضا همونه که ما و شما میگیم فعل در زبان عربی به 3 قسم تقسیم میشود. یکمش فعل ماضی است، پس آن همون ماضی که میگیم از همین کلمه مضا گرفته شدگی است. از این حساب میگیم فعل ماضی یعنی زمان گذشته. پس مضا یعنی گذشت. مضا گذشت. مضى علی گذشت زمان گفته ترجمهش میکنیم. بعد از این میگوید افترق. افترق یعنی جدا شد. افترق جدا شد. این فعل ماضی است از 22 باب صرفی. این از باب 11 است. باب اجتمع یجتمع اجتماع. باب 11 ثلاثه مزید است. افترق یفترق افتراق. افترق یعنی جدا شد. یفترق جدا می شود. افتراق جدا شدن مصدر از باب 11 است از 22 باب صرفی.
بعد از این میگوید ما اسرع. ما اسرع چی زود یا چی قدر زود، یعنی بعد از این کلمه می آید. این نقطه را به خاطر همین گذاشتگی است که بعد از این کلمه میاد تا اینکه معنا پرره شود. ما اسرع یعنی چی قدر زود یا چی قدر تیز، چی قدر بر وقت، این ترجمه می شود. بعد از این میگوید صالحون. صالحون یعنی شایسته. صالح یعنی انسانی که شایسته است، انسانی که شایسته است، انسان صالح است، انسان پرهیزگار است. جمعش می شود صلحاء، صالحها، پرهیزگارها، انسانهای صالح. و همچنین نگفته نماند که این ما اسرع این را فعل تعجب میگویند. این را فعل تعجب، این را اسلوب تعجب میگویند. برای تعجب میدونید چقدر زود ترجمهش میکنیم. ما اسرع، ما اسرع چقدر زود، این اسلوب تعجب هست. این اسلوب را یادتان داشته باشید. بر وزن ما افعل می آید یا افعل به می آید. این ما اسرع این صیغه قیاسی است. ما اسلوب تعجب قیاسی داریم و اسلوب تعجب سماعی داریم. این ما اسرع این قیاسی است بر وزن ما افعل یا افعل به. بعد از این میگوید محسنون الی. محسنون الی یعنی نیکو کننده به. الی یعنی به، بعدش کلمه می آید. احسان کننده به، خوبی کننده به، صدقه کننده به، همین طور ترجمه می شود. بعد از این میگوید یغفر الله له. این جمله جمله دعایی است. پس ترجمهش رو میگیم الله مغفرت کند وی را. یغفر الله له، الله مغفرت کند وی را. جمله جمله دعایی است، یعنی یغفر میبخشد الله وی را نمیگوییم. یعنی دعا همچون دعا ترجمه میکنیم، یعنی الله ببخشد فلانی را. این دعا هست، طلب هست. بعد از این میگوید هو علی قید الحیات، یعنی وی در قید حیات هست. هو علی قید الحیات یعنی وی در قید حیات است، یعنی وی زنده است. ما و شما هم به تاجیکی میگیم که فلانی در قید حیات هست، یعنی وی زنده است. هو علی قید الحیات، وی در قید حیات است. بعد از این میگوید در رسه. در رسه یعنی تعلیم داد، آموزانید، یاد داد. در رسه یاد داد و آموزانید و تعلیم داد، به همین معناها می آید. و در رسه این فعل ماضی است. از 22 باب صرفی باب 8 است. در رسه یدرس تدریس، فرح یفرح تفریح. پس در رسه آموزانید، تعلیم داد، یاد داد. یدرس می آموزاند، تعلیم می دهد، یاد می دهد. تدریسون یاد دادن، آموزانیدن، تعلیم دادن، این طور ترجمه می شود. از باب 8 است از 22 باب صرفی. بعد از این میگوید اکثرهم یعنی زیادتر از اونها. اکثرهم بسیارتر از اونها، زیادتر از آنها. بعدش میگوید بما فی ذالک. بما فی ذالک اصلا ترجمهش به آنی که در وی هست. به آنی که در وی هست، اما این ترجمه اونقدر واضح تر نیست. بهترش بما فی ذالک را ترجمه کنید که از جمله. بما فی ذالک یعنی از جمله. بما فی ذالک از جمله. این انشاءالله باز در حوار معناش خوبتر میفهمید که از جمله یعنی چی طور میآید. بعد از این میگوید یا خساره، یا مصیبه. یا خساره همونه که در درس‌های گذشته گفته بودیم، یا للخسارتی، یا خساره، یا للخسارتی، همش یک معنی دارد. همون گفته بودیم که تعبیری که بیان میکند ناراضگی و عدم رضا را و برای انسانی که در مشکلی افتیدگی است حسرت و ندامت و پشیمانی را آشکار میکند، این
انا همون تعبیر است، فقط این به لفظ دیگر آمد. یا خساره یا لل خسارتی، یعنی چی غم انگیز، چی قدر ضرر ترجمه می شود. یا مصیبه، چی مصیبت، میشه بگو یا لل مصیبتی. لل مصیبتی هم گفتن جایز است که در درس‌های گذشته خوانده بودیمش. بعد از این میگوید عنفوان الشبابی. عنفوان الشبابی یعنی آغاز جوانی. عنفوان آغازش رو میگویند. عنفوان الشبابی آغاز جوانی. شباب یعنی جوانی. عنفوان الشبابی آغاز جوانی، ابتدای جوانی، اولی جوانی. بعد از این میگوید فارق الحیات. فارق الحیات یعنی از حیات جدا شد. ما و شما با تاجیکی میگویم حیات را پدرود گفت. حیات را پدرود گفت یعنی وفات کرد، یعنی مرد. فارق الحیات، حیات را پدرود گفت یعنی وفات کرد، یعنی که مرد. فارق از 22 باب صرفی از باب نهم هست. فارق فعل ماضی است. فارق یعنی جدا شد، پدرود گفت. فارق فعل مضارعش یفارق، مصدرش مفارقتن. از 22 باب صرفی باب نهم است. باب قاتل یقاتل مقاتلتن. پس فارق الحیات جدا شد از حیات، یا پدرود گفت حیات را یعنی مرد. یفارق الحیات پدرود میگوید حیات را، میمیرد ترجمه میشد اگر فعل مضارعش کنیم. بعد از این میگوید انتقل الى جوار ربه. انتقل الى جوار ربه یعنی انتقال پیدا کرد به نزد پروردگارش. انتقل انتقال پیدا کرد، کوچید، مکانش را تغییر داد. الى جوار ربه به نزد پروردگارش. اینم به معنای وفات است، به معنای مردن. انتقل الى جوار ربه یعنی وفات کرد. وفات کرد و روحش نزد پروردگارش رفت. انتقل انتقال پیدا کرد یعنی وفات کرد، یا میتونیم بگیم کوچ بست روحش. انتقل الى جوار ربه انتقال پیدا کرد به نزد جوار یعنی نزدی. جوار رب یعنی نزد پروردگارش. بعد از این میگوید رحمه الله یعنی رحمت کند الله وی را. رحمه الله رحمت کند الله وی را. اینم همچنین جمله دعایه هست، برای دعا هست. بعدش میگوید موتون. موتون مردن. موتون یعنی مردن، وفات کردن. بعدش میگوید حتمون. حتمون یعنی حتمی، ضروری، باید انجام شود. حتمون و تاجیکی ما باشون میگیم حتما، یا ضروری است یا باید اجرا شود، همون کار را میگن حتم یعنی حتمی. بعدش میگوید صبر. صبر یعنی صبر کرد. صبر صبر کرد. فعل مضارعش یصبرو صبر میکند. مصدرش میشود صبرون یعنی صبر کردن. صبرون صبر کردن. پس صبر یصبرو این فعل ماضی است. از 22 باب صرفی از باب ضرب یضربو هست. از باب ضرب یضربو از باب دویم هست. از باب دویمی ثلاثی مجرد یعنی صبر فعل ثلاثی مجرد است. صبر به مثل ضرب، یصبرو به مثل یضربو. بعد از این میگوید شد حیلک. شد حیلک به معنای خلاصه اگر ترجمهش کنیم قوی باش. شد حیلک قوی باش. یا ما و شما با تاجیکی میگیم بالا یک انسان اگر مصیبت بیا و ازمینی بیاد میگیم میانت را سخت بند. شد حیلک به همین معناست، یعنی میانت را سخت بند. مصیبت بالات آمد، صبور باش، صبر کنو، میانت را سخت بند. و همچنین شد حیلک به معنای اراده خود را مستحکم بگردان. ارادت را مستحکم بگردان یعنی قوی باش، خودت را بای نده. شد حیلک قوی باش. بعد از این میگوید استسلم. استسلم یعنی تسلیم شد.
استسلم تسلیم شد. این فعل ماضی است. از 22 باب صرفی این باب 15 است. استسلم یستسلم استسلام و مثل استخرج یستخرج استخراج. این باب ثلاثی مزید است و باب 15 است. استسلم یعنی تسلیم شد، یستسلم تسلیم می شود، استسلام تسلیم شدن. بعد از این میگوید نصر. نصر معذرت میخوام، نصرون مصدر هست، اما فعل ماضیش نصره است، اما این مصدر است. نصرون یعنی کمک کردن، یاردم کردن، این مصدر است. اما فعل ماضیش نصر ینصرو، همون 22 باب صرفی باب یکم است. باب نصر ینصرو، باب یکم ثلاثی مجرد. نصر کمک کرد، ینصرو کمک میکند، نصرون کمک کردن، یاردم کردن. بعد از این میگوید صابرون. صابرون یک آدم صبر کننده. ما شما میگیم صابر است فلانی، یعنی صبر میکند، انسانی با صبر هست. صابرون آدمی با صبر. این صابرون از خود همین کلمه صبره گرفته شدگی است، اسمی فاعل هست. ببین صبره صبر کرد. وقتی صابرون میگیم بر وزن فاعلون، ثلاثی مجرد اسمی فاعلش گفتیم بر وزن فاعلون میاد. پس صابرون بر وزن فاعلون این اسمی فاعل است، یعنی یک کسی صبر کننده. جمعش جمع مذکر سالم می شود که صابرون، یعنی صبر کننده ها. صابرون یعنی صبر کننده ها. بعد از این میگوید اجزاخانتون. اجزاخانتون این کلمه عربی نیست، اما عرب ها استفاده اش بردن. عرب ها استفاده اش میبرن یا پیشتر استفاده میبردن، حتی حاضرم شاید بعضی دولت های عرب استفاده اش برد. اما اجزاخانتون امروز در دولت های عربا اجزاخانتون نمی نویسند و بلکه صیدلیتون می نویسند. صیدلیتون و اجزاخانتون یک چیز است، یعنی داروخانه. اجزاخانتون داروخانه، پس صیدلیتون همچنین داروخانه. صیدلیتون داروخانه. اما این اجزاخانتون بعضی عربا هم استفاده میبرند و در بعضی کتابا هم پیدا کردهش میشود. شاید این از ترکا یا از دیگر زبان به زبان عربی داخل شدگی است، اما خودش کلمه عربی نیست. این به معنای صیدلیتون استفادهش میبرن، یعنی داروخانه. جمعش اجزاخاناتون، جمع مؤنث سالم میشود. اجزاخاناتون یعنی داروخانه ها. صیدلیتون داروخانه، اجزاخاناتون داروخانه ها. بعد از این میگد من قبلو، یعنی از پیش. من قبلو یعنی بر وقت، از پیش. این من حرف جر است. قبلو همون ظرفای هست که این ظرفا را ظروف الغایش میگویند. ظروف غایه اصلا معرب هستند، همچون ظرف منصوب میشوند، یا اگر پیش از خودش حرف جر باشد مجرور میشود. مثلا باشد که من قبلیک یا قبلک. ببین قبلیک، من قبلیک لام کسره میگیرد اگر بعدش مضاف الیه بیاد من قبلیک. اگر که مضاف الیه بیاد من نباشد میگیم قبلک، یعنی این ظرف است، منصوب است به خاطر ظرف بودن. من قبلیک مجرور شد به خاطر من. اما من قبلو من هست حرف جر. قبلو مبنی علی ضم شد، آخرش ضمه دارد. چرا؟ زیرا اینکه ما قاعده داریم که ظروف غایات مثلا قبل، بعد، فوق، تحت، بالا، پایان، راست، چپ، همینا رو میگوین. برای چه ظروف غایاتش میگوین؟ به خاطر اینکه به تنهایی ما نمیفهمیم تا اینکه مضاف الیهش ذکر نشود، برای همون ظروف غایاتش میگوین. این ظروف غایات اگر که مضاف الیهش ذکر نشد مبنی علی ضم می شود. اگر مضاف الیهش ذکر نشود و معناش در بر گرفته شود مبنی علی ضم می شود. اما اگر مضاف الیهش ذکر نشود و معنای معین، لفظ معین اگر در بر گرفته شود، در اون صورت معرب است، یعنی کسره میگه. پس میگه من قبلی،
من قبلی اگر مضاف الیهش هم نباشد، زیرا اینکه نیت داره مضاف الیه یک لفظ معین را. اما وقتی دیدم من قبلو، پس معناش همین است که از پیش، یعنی از پیش یک معنای مضاف الیه رو در نظر داریم اما لفظ معین رو نه. مضاف الیه ما لفظ معین نیست، پس در این صورت مبنی علی ضم می شود که من قبلو مبنی علی ضم شد، یعنی از پیش، ترجمهش از پیش یا از بروقتی ترجمه می شود. این مبنی علی ضم است. من قبلو مبنی علی ضم است. من حرف جاره برای همین تاثیرش نمیکند، آخرش کسره نمیکند. بعد از این میگوید عاد المریض. عاد المریض یعنی عیادت بیمار رفت، عیادت کرد بیمار را، یعنی خبر گرفت بیمار را، خبر گرفت کسل را. عاده به معنی خبر گرفتن، به معنی عیادت. فعل مضارعش می شود یعودو. یعودو یعنی عیادت میکند مریض را، عیادت میکند بیمار را، یا به معنی خبر میگیرد. مصدرش می شود عیادتون. عیادتون همون عیادت، یعنی خبر گرفتن، عیادت کردن. اکنون عاد یعودو، عاد فعل ماضی، یعودو فعل مضارع. از 22 باب صرفی از باب یکم هست، از باب نصر ینصرو است. اما این اجوفی واوی است، به مثل قال عاد یقول یعود. اجوفی واوی هست، عاد یعود به مثل قال یقول. بعد از این عیادتون، در اصل این یایی که میبینیم عیادتون، یا این یا در اصل واو است، اصلش عوادتون بود، عوادتون. اما به خاطر کسره بدن ما قبلش این واو را قلب یا کردن، شد عیادتون. دقت دادید؟ عوادتون ثقیل بود، واو ما قبلش کسره، اون واو را قلب یا کردن، پس شد عیادتون. عیادتون یعنی عیادت، خبرگیری بیمار، خبر گرفتن بیمار. بعد از این میگوید مستشفن. مستشفن یعنی بیمارخانه، مستشفن بیمارخانه. جمعش مستشفیاتون یعنی بیمارخانه ها، مستشفیاتون یعنی بیمارخانه ها. بعد از این میگوید الشفاء العاجله. الشفاء العاجله یعنی شفای زود. امید دارم که زودتر شفا بیابی. اما الشفاء العاجله برای چی منصوب است؟ برای چی نمیگیم الشفاء العاجلو یا الشفاء العاجلی، بلکه میگیم الشفاء العاجله؟ برای چی منصوبش میخونیم؟ این را به خاطر آن منصوب میخونیم که این مفعول بهی برای فعل محذوف است. مفعول بهی برای فعل محذوف است، یعنی اون فعل محذوف، این جمله یعنی در اصل این طور است: اسأل الله لک الشفاء العاجله. این قدر دراز است این جمله، یعنی درخواست میکنم از الله تبارک و تعالی برای تو شفای زود، تیز ده شفا بیابی، زود ده شفا بیابی. دقت دادید؟ اصل جمله اسأل الله، اسأل فعل فاعلش انا، الله مفعول به اول، لک جار و مجرور متعلق به اسألو، الشفاء مفعول به دومی اسألو. سأل یسألو دو مفعول میگیرد، اسألو دوم مفعولش انمی کلمه الشفاء هست. الشفاء مفعول به دوم، العاجله این صفت شفا هست، برای خاطر منصوب است. پس الشفاء العاجله، الشفاء به خاطر آن منصوب است که مفعول به است، یعنی شفای زود درخواست میکنم از الله سبحانه و تعالی. بعد از این میگوید مجاهدون. مجاهدون یعنی مجاهد، و توش که ما شما مجاهد میگیم کسی در راه الله میجنگد، کسی در راه الله خدمت میکند، اون را میگن مجاهد. جمعش مجاهدون، مجاهدها، کسانی که
در راه الله خدمت میکنند. بعد از این میگوید حادثون. حادثون حادثه یا میگیم تصادف یا صدمه. حادثون به این ترجمه کنه میشود تصادف یا صدمه یا حادثه هم بگه میشود. جمعش حوادثو، صیغه منتهی الجموع است، آخرش تنوین را قبول نمی کند. حوادثو یعنی حادثه ها، صدمه ها، تصادف ها. بعد از این میگوید حادثو طریق. حادثو طریق یعنی صدمه نقلیات. این را انتها ترجمه کنیم خوبتر است. صدمه نقلیات یا تصادف راه، تصادفی که در راه به وجود می آید. پس از چی به وجود می آید؟ از همون نقلیات، از ماشین. پس میتونیم بگیم که تصادف نقلیات یا صدمه نقلیات. حادث الطریقی، حادث طریقین، صدمه نقلیات. بعد از این میگوید فی سبیل الله یعنی در راه الله. فی سبیل الله یعنی در راه الله. پس این هست کلمه های نوی درس 79. با همین کلمه های نوی درس 79 به پایان رسید. اکنون میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 79. صاحب کتاب در حوار این کتاب، در حوار این درس میآورد میگوید که مضى على ما افترقنا انا و ابوك ما يزيد على 10 سنوات فماذا فعل بعد ذلك. میگوید که مضى على ما افترقنا انا و ابوك یعنی گذشت زمان جداشوی من و پدری تو. گذشت، مضى گذشت، علا زمانی مفترقنا جداشوی انا و ابوک من و پدری تو، جدا شدن من و پدری تو. ما یزید علی 10 سنوات زیاده از 10 سال، بسیارتر از 10 سال، اکثر از 10 سال. فماذا فعل بعد ذلك پس چیکار کرد بعد آن، یعنی بعد جدا شوی. فماذا فعل پس چیکار کرد بعد ذلك بعد آن. مضى على ما افترقنا انا و ابوك ما يزيد على 10 سنوات فماذا فعل بعد ذلك یعنی که گذشت زمان جدا شدن من و پدر تو زیاده از 10 سال، پس چیکار کرد بعد آن، یعنی چیکار کرد پدرت بعد آن. فعل فاعلش ابوکا، این ابوکا هو برمیگرده به ابوکا، یعنی چیکار کرد پدری تو بعد آن، بعد جدا شوی. بعد از این میگه و این هو الان و در کجاست وی حال حاضر. و این هو الان یعنی در کجا است وی حال حاضر. میگه قد مات، با تحقیق وفات کرد، واقعا وفات کرد. بعدش میگه یا للاسفی، یا للاسفی یعنی چقدر متاسف هستم. یا للاسفی چقدر متاسف هستم. بعدش میگوید ما اسرع ما مات، ما اسرع ما مات فعل تعجب یعنی چقدر زود وفات کرد، چقدر زود وفات کرد. ما اسرع ما مات چقدر زود وفات کرد. بعدش میگوید لقد كان رجلا صالحا محسنا الى الفقراء یغفر الله له. واقعا بود مرد صالح احسان کننده به فقیرها، الله مغفرت کند وی را. یغفر الله له جمله دعاییه، الله مغفرت کند وی را. لقد کان واقعا بود، در اسم کانه هو برمیگرده به ابوکا، یعنی واقعا بود پدری تو. رجلا صالح، رجلا خبری کانه، رجلا صالحا مرد صالح، محسنا مرد احسانکار، مرد خیر دهنده، مرد نیکی کننده، الی الفقراء به فقیران و به ناداران و به محتاجان. یغفر الله له اکنون در حقش دعا میکنند که الله مغفرت کند وی را، الله مغفرت کند وی را. بعدش میگوید و ابوک کیف حاله
یعنی و پدر تو را چطور است حالش؟ و ابوک کیف حاله؟ و پدر تو را چطور است حالش؟ میگوید که و هو و این هو و در کجاست وی؟ و این هو و در کجاست وی؟ میگوید هو ما یزال علی قید الحیات و یسکن حیث سکن من قبل. میگوید هو ما یزال علی قید الحیات، یعنی وی هنوزم، ما یزال هنوزم، تا به حال یا هنوزم علی قید الحیات، در قید حیات است، یعنی زنده است، وی هنوزم زنده است. و یسکنو و زندگی میکند، یسکنو زندگی میکند، حیث سکن من قبل در هر کجایی که زندگی میکرد پیش، من قبل یعنی از پیش، از بروقتی، حیث سکن من قبل. گفتم که قبل مبنی علی الضم به خاطر آنه که از ظروف غایات است، مضاف الیهش معناش نیت شدگی است، لفظش نیت نشده است. هو ما یزال علی قید الحیات و یسکن حیث سکن من قبل، یعنی وی هنوزم زنده است و زندگی میکند در هر جایی که زندگی میکرد پیش. بعد از این میگوید تدرس فی جامعتنا اکثر اللغات الشرقیه بما فی ذلك اللغت اردو. میگه تدرسو تعلیم داده میشود، آموزانیده میشود، فی جامعتنا در دانشگاه ما، در اونیورسیته ما، اکثر اللغات شرقیتی بسیارترین زبانهای شرقی، بسیارترین زبانهای شرقی، بما فی ذالک، اکنون دقت بتید، بما فی ذالک یعنی از جمله لغت اردو، زبان اردو، از جمله زبان اردو هم درس داده می شود. دقت دادید، بما فی ذالک، بما فی ذالک یعنی از جمله. اما ترجمه تحت لفظش کنیم به آنه که در اون وجود دارد زبان اردو، اون قدر معناش واضح نیست، می شود این طور هم ترجمه کنیم، اما بهترش از جمله ترجمهش کنیم بهتر است. تدرس فی جامعتنا اکثر اللغات الشرقیتی بما فی ذالک لغت اردو، یعنی تعلیم داده می شود، یاد داده می شود در اونیورسیته ما، در دانشگاه ما زیادترین زبان شرقی از جمله زبان اردو. بعد از این میگوید یا خساره یا مصیبه. گفتیم که این جمله تعبیر از حسرت و ندامت و عدم رضا است. یا خساره یا مصیبه یعنی چی قدر غم انگیز، چی قدر ضرر، چی قدر مصیبت و چی قدر مشکلی، این طور ترجمه می شود. بعد از این میگوید فتن فی عنفوان الشباب وقع فی حادث طریق ففارق الحیات وانتقل الى جوار ربه رحمه الله. اکنون صاحب کتاب میگوید فتن یعنی جوان، فی عنفوان شبابی در آغاز جوانی، در اول جوانیش، وقع فی حادث طریق، وقع فی حادث طریق یعنی واقع شد در صدمه نقلیات، گرفتار شد به صدمه نقلیات یا واقع شد در صدمه نقلیات. ففارق الحیات پس پدرود گفت حیات را، یعنی وفات کرد، مرد. و انتقل الى جوار ربه و انتقال پیدا کرد به نزد پروردگارش و روحش رفت به نزد پروردگارش. رحمه الله، در آخر دعا میکنند میگد الله وی را رحمت کند. فتن فی عنفوان الشباب وقع فی حادث طریق ففارق الحیات و انتقل الى جوار ربه رحمه الله. جوان در آغاز جوانیش گرفتار شد به صدمه نقلیات، پس پدرود گفت حیات را و انتقال پیدا کرد به نزد پروردگارش و روحش رفت به نزد پروردگارش، الله رحمتش کند. بعد از این میگوید ماذا نعملو. ماذا نعملو یعنی چی کار میکنیم. ماذا نعملو چی کار میکنیم ما همه کسا یک جا. ماذا نعملو. بعدش میگوید
الموت حتم علی کل انسان، یعنی موت، مرگ حتمی است برای هر یک انسان. الموت یعنی مردن، موت حتم حتمی است، ضروری است، باید بچشد. علی کل انسان، هر یک انسان، هر یک انسان باید موت را بچشد. الموت حتم علی کل انسان. بعدش میگوید اصبر و شد حیلک ولا تستسلم فنحن معك والنصر قریب والله مع الصابرین. میگوید اصبر یعنی صبر کن، صبور باش. و شد حیلک یعنی با قوت باش. ببین، با قوت باش، یا اراده خودت را مستحکم کن، میانت را سخت بند. ولا تستسلم، و تسلیم نشو با مشکلات و مصیبت، تسلیم نشو، دل شکسته نشو. فنحن معک، پس ما همراه تو هستیم. فنحن معک، پس ما همراه تو هستیم. و النصر قریب، و کامیابی و پیروزی قریب است، نزدیک است. والله مع الصابرین، و الله سبحانه و تعالی همراه صبر کنندگان است. میگه اصبر و شد حیلک ولا تستسلم فنحن معك والنصر قریب والله مع الصابرین، یعنی صبر کن و با قوت باش، میانت را سخت بند و تسلیم نشو، پس ما همراه تو هستیم و نصر و پیروزی نزدیک است و الله همراه صابرین هست. مرض جارنا منذ ایام، میگوید مرض جارنا منذ ایام فاخذ الى المستشفى فلما اردنا ان نعوده علمنا انه بحاجة الى ادوية فذهبنا الى الاجزاخانة واشترينا منها ادوية ثم عدنا جارنا المريض في المستشفى وعند الخروج قلنا له الشفاء العاجل یا جارنا فشکرنا. میگوید مریض جارونا یعنی بیمار شد همسایه ما، مریض بیمار شد، کسل شد، جارونا همسایه ما، منذ ایام یعنی مدت چند روز پیش، منذ ایام چند روز گذشته ده، در چند روز گذشته. فاخذ الى المستشفى پس برده شد به بیمارخانه، فاخذ الى المستشفى پس برده شد به بیمارخانه. فلما اردنا ان نعوده، فلما پس زمانی که اردنا ان نعوده خواستیم ما به عیادتش برویم، ان نعوده به تعویل مصدر، به عیادتش برویم یا خواستیم ما این که عیادت کنیم وی را، یعنی خبر بگیریم وی را، علمنا دانستیم ما انه بحاجت الى ادویت، هر آینه وی یعنی همون هو این به جارونا برمیگرده، ضمیر شأن نیست، انه هر آینه همون همسایه ما بحاجت الى ادویت احتیاج دارد، بله ترجمه نمیکنیم، هر آینه این به برای توکید آمدگی است، هر آینه همسایه ما احتیاج دارد به داروها، ادویت یعنی داروها. فذهبنا الى الاجزاخانه پس رفتیم ما به داروخانه، یعنی الى صیدلیتی، صیدلیه بگیمش بهتر است، الى صیدلیتی به داروخانه، و اشترینا منها و خریدیم از همون اجزاخانه یعنی از همون داروخانه ادویتن داروهای را. ثم عدنا جارنا پس عیادت کردیم همسایه امون را، جارنا المریضه پس عیادت کردیم همسایه بیمارمون را، فی المستشفى یعنی در بیمارخانه. و عند الخروج و در وقت برآمدن و زمان برآمدن، قلنا له گفتیم وی را، لام ترجمه نمیکنیم، گفتیم وی را یا گفتیم برای وی یعنی همسایه مون، گفتیم که الشفاء العاجله یعنی شفای زود برات سوال میکنیم، تمنا میکنیم، طلب میکنیم،
یا جارنا ای همسایه ما، فشکرنا پس تشکر گفت ما را، فشکرنا پس تشکر گفت ما را. اکنون میگد مریضه جارونا، جارو فاعل مریضه است، منذ ایامین فاخذ الى المستشفى فلما اردنا ان نعوده علمنا انه بحاجة الى ادویة فذهبنا الى الاجزاخانة واشترينا منها ادویة مفعول به اشترینا ادویة ثم عدنا جارنا، جار مفعول به عدنا، جارنا المریضه، مریضه صفت جار به همسایه. کدام همسایه؟ همون همسایه که بیمار است، همون همسایه که کسل است. پس این مریض صفت است برای جار. فی المستشفى و عند الخروج قلنا له الشفاء العاجله. الشفاء گفتیم که مفعول به برای فعل محذوف است، یعنی اسأل الله لك الشفاء العاجله، درخواست میکنم از الله سبحانه و تعالی برای تو شفای زود را. یا جارنا، جاره منصوب است به خاطر اینکه منادا است مضاف است، یا حرف ندا جاره منادا مضاف که است از این حساب منصوب است. یا جارنا فشکرنا پس تشکر گفت ما را. اکنون میگوید که بیمار شد همسایه ما چند روز پیش یا در چند روز گذشته، پس برده شد به بیمارخانه. پس زمانی که خواستیم ما به عیادتش برویم، دانستیم ما یا فهمیدیم ما یا درک کردیم ما هر آینه وی احتیاج دارد به داروهای، پس رفتیم به داروخانه و خریدیم از داروخانه داروهای را، پس عیادت کردیم ما همسایه بیمارمان را در بیمارخانه و در وقت برآمدن گفتیم برای وی که از الله تبارک و تعالی شفای زود طلب داریم برایت ای همسایه امان، پس تشکر گفت ما را. بعد از این میگوید نعلم انه کان مجاهدا فی سبیل الله و مات فی سبیل الله یغفر الله له. نعلم یعنی میدونیم ما هممون یک جا، نعلم جمع متکلم مع الغیر یعنی بسیاری، نعلم ما هممون میدونیم انه کان مجاهدا هر آینه وی مجاهد بود، در راه الله می جنگید، در راه الله خدمت میکرد. انه کان مجاهدا فی سبیل الله در راه الله، و مات فی سبیل الله و وفات کرد، جان به حق تسلیم کرد در راه الله، یغفر الله له الله مغفرت کند وی را. جمله دعاییه، یغفر الله له الله مغفرت کند وی را. میگه نعلم انه کان مجاهدا فی سبیل الله و مات فی سبیل الله یغفر الله له. میدونیم هر آینه وی مجاهد بود در راه الله و جان به حق تسلیم کرد در راه الله، الله مغفرت کند وی را. پس این هست حوار و گفتگوی درس 79. با همین حوار و گفتگوی درس 79 به آخر رسید. درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم. تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس 80. الله حافظ و مددگارتان. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.